دیدم زده که عمو احسان اینو نذار، عموی من بابای من همه میبینن من بچه عراق هستم و دوست ندارم مدرسه برم، همیشه میخوام برم مدرسه، شما رو نگاه میکنم آرزو میده مثل شما باشن. بهش زدم چند سالته؟ زد 14 سال. بودم به روح مادرم بهش وایسادم، بودم به جان پدرم من حاضرم جایزه باشم برم مدرسه. بهش گفتم خاطره بساز، این جایی که من هستم جای گرم و نرمی نیست، خیلی گناهکار داره، اونجایی که تو هستی بیگناهن، امروز متوجه نمیشی، 10 سال دیگه گوش بده. من بهش گفتم بچه عراق بود، عراق لوکیشن زده بود عراق بود بالا با رفیقاش با رفیقای مدرسه و اینا. آره عمو جان من آرزوم بود، هیچی نداشتم، الان همونجا مدرسه میرفتم و تو اون سن و سال با اون دغدغه‌های زندگی بودم. همینجوری خلاص برو، نیکوکار باش، آدم خوبی باش، هیچ چیز بهتر از درس تو این کره زمین نیست. من اگر سوشال مدیا نمیشد الان خودکشی کرده بودم، شانس آوردم، اینم از 50,000 تا یکی شانسی میشه. سعی کنین از رفتارهای من ضعف‌های خودتون رو پوشش بدین، از کارهای من بکنین آینه عبرت خودتون. به لقمان گفتن ای لقمک ادب از کام، گفت از بیادبان. گفت چیکار کردی؟ گفت هر کاری این کرد من برعکسش کردم.